هلو رفقا، چطورین؟ خیلی خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه. امروز اومدیم با تغییرات پلیر کریر فیفا 23. تغییرات کریر که زیاد جالب نبود، حالا ببینیم پلیر کریر بالاخره تغییراتی کرده. البته کریر چند تا تغییرش مونده که یه سری بسازیم توی اون بالاخره میتونیم ببینیم، مثل مراسم توپ طلا و اتوبوس قهرمانی تیم و اینا رو ما الان نمیتونستیم ببینیم که چه جوریه و اینا. کلا بهترین سرمربی سال و اینا رو اصلا نمیشد دید. پلیر کریر نیو رو میزنیم تا بریم تو. بازیکن واقعی که نمیخوایم، بازیکن خودمون میریم. یه شخصیت که همشون مثل هر سال زشتر از سال قبل. چیه الان یه گذاشت. خب ما اینو برمیداریم. اسم و اینا بود که بود، همش همونه. تاریخ تولد و دیگه قد و وزن و اینم چهره، رنگ پوست، چشم، ابرو، بینی، لب، زاویه فک و گوش و مو مدل مو جدید نیاورده. چرا رفتی بیناموز؟ مدل مو جدید نیاوردی. مثلا مدل موهاش همون قبلی هستش. این چیه؟ یا این مدل مو جدیده؟ چرا این شکلی آوردی؟ همشون هست مدل نیگه اومده از اینجا در اومده. خب اینا مدل فکر کنم اضافه شده چند تا مدل بجایی، نمیدونم چون من یادم نمیاد دیگه پارسال کدوم مدل ما بودن نبودن. اینو بذاری چه خوشگل. لانگم که اینم اضافه شده، اینم بود که اینم اضافه شده. داشتین دیگه زن شد قشنگ ما این مدل که بستنی هاست. بستنی که یعنی موهای مدل موهایی که میبندن. این خوبه دیگه. نم ریش و سیویله که همونه. کیت بسته چیز جدید اضافه شده. خب کیت، این سمت کفش، دستبند و این یه تغییر جدیده. ماسک میتونیم ببندیم از اینا. زشته. عینک هم میتونیم بزنیم، منطقیه. عینک مثلا آسیب دیدن میذارن اینا رو میتونیم بذاریم مثلا اینجوری. و تغییر بعدی تتوه. به آقا هم تتو اضافه شد به بازی. یه تتو گل کجا میاد؟ میره زیرش. خب من چجوری زیرش رو یه بیناموس کرده اینا رو زیرش. این هم میشه زد. این هم یه تتوی دیگه است. این هم یه تتوی دیگه است. این هم هست رنگیه. این هم هست رنگیه. خب تتوی جالبی مثل دست راست، مثل دست اون واسه چپ بودیم، مثل راست چیزایی بیشتری داره. اینو داریم، اینو که معلوم این ور. اینو داریم زیر لباسش، البته یک کمش معلومه. اینو داریم. این زیبا جادار مطمئن. اینم یه طرح. اینم یه طرح دیگه است. اینم رنگیه. اینم نسخه کوچیک‌ترمونه. این نسخه بزرگتر. این داداش این دیگه کی اینو تتو؟ اینم هست. اینم که توپ فوتبالیه. اینم گله. و اینم که رو دست، رو خود دست. خب حالا ما اینو میذاریم مثلا واسه پا. خب واسه پا هم داره. سب کن قبل اینکه واسه پا بیایم اونو نداشت که مثل کفش بود. اینو میدیم پایین. نه خب نمیدیم پایین تا یه زوم هم میکنیم. سپا کجا زد؟ اونه زیر جورابه میافته. این یه طرحشه. پای چپه اون میره زیر چیزش، البته شورتش. خب این یکی نسخه بزرگتر اونه، اون یکی نسخه بزرگتر اونه، ولی خب دیگه زیر جورابشه، قابل دیدن نیست بیشتر.
اینم هست یه طرحشه، اینم نسخه بزرگترشه و اینم همون فوتبالی هست که رو اون بود. ما اینو میزن، نه اونو میزن، اینو میزن. آره خب واسه پای راستم یه دونه اینو داره، یه دونه اینو داره بزرگتر، اینو داره و اینو داره. جالب شد، جالب داشت کل واسه شد تتلو. این که نه ما تتو نمیزنیم، ما آدم های ساده میزنیم، رنگی خیلی دیگه تو چشه قشنگ تتلوه. خب ساده هاشو بزنیم. آره یکی هم حالا این ور میزنیم. خب دیگه این هم انیمیشنه که بود تا پارسالم، انیمیشن گل و وایستادن اینا که همونه. و خب بریم تو ببینیم چی اضافه. یه اچیومنت هم گرفتیم. خب چه تیمی میخوایم بریم؟ بله ما چه تیمی میتونیم، در توان چه تیمی؟ من میخوام برم، نمیدونم واقعا میخوام برم استون ویلا. آره نه استون ویلا. خب این هم همون است، بریم تو. خب اومد و ما هم یه نیو میزنیم، وارد میشیم. بفرمایید سلام و درود. خب این همونش انیمیشن های پارساله. ما رو میبینید که اصلا خیلی عجیب غریبه، بی خرچنگ. امیدوارم آره دیگه میتونیم شاید تتو اینامون رو عوض کنیم و اونم ماسکمون رو عوض کنیم یه برده. بتمنم بتمن رو میبینید که بله رفت. خب اینم که همون پارسالی هست، همونه. اینم دقیقا همونان، قشنگ همونان، دقیقا هیچ تغییر نکردن. این اضافه شده که میتونیم ببینیم چه تیم‌هایی چه چیزهایی از ما میخوان و چه اینا میتونیم ببینیم مثلا چی میخوان. حالا مثلا ما ببینیم نه همون لیگ یک اسکولی اینا مثلا بخوایم بریم آرسنال چی از ما میخواد. ببین آرسنال مثلا $81,000 هفته‌ای به ما میده اگه بریم. و اینجا زده مثلا دریبلینگمون اینجا زده مثلا باید پرس رو به بالا کار میکنه. کلا آرسنال تاکتیکشون دریبلینگمون باید 58% بشه، اپریسنمون باید 58% بشه، 7 گل باید بزنیم، شوت تو چارچوب 3 تا باید بزنیم، هیدرز ون نمیدونم چی، این هم یکی زده باید. مثلا هر تیمی فرق میکنه دیگه. مثلا این زده مثلا یکی هتریک باید انجام بدیم، 2 تا گل باید بزنیم، مثلا 22% چیکار کنیم، همه فرق میکنه. خب این هم لوگوی جدید برنلیه. این چه سمیه نمیدونم. خب خود استون ویلا از ما اینا رو میخواد. تاکتیکشون رو زده از هفته 37,000 پول میده. دریبلینگ 68 دریبل میخواد از همون بزنیم، 26% اپریسن میخواد، 5 تا گل میخواد، فاینز گل. مچ وین هم یه دونه مچ وین میخواد و مچ ریتینگ همون هم 6 میخواد. خب این هم که قسمت کریر پلیره که این قسمت لیگاست. اینجا همون قسمتیه که توضیح دادیم. خب این هم همونیه که پارسال بود. این هم اخباراست. مای پرو هم اینه. مای پرو این همونه که ایکس بی اینا داشت دیگه. آره همونه. پیسو حالا عوض شده جاش، پیس این شکلی شده. حالا نمیدونم چند لول داره امسال. شوت، پاس، دریبل، دیفنس، قدرت بدنی و گولد کیپر که دروازه‌بان. این بیرون اینجا همون چیز هست، یارویی هست. نوتیفیکیشن، مای کریر، اسکواد هاب، سیزن داریم این سمت، سیزن کلندر، پلیر استاتس و لیگاست و ادیت پرو. خب اینجا میتونیم اسم روی کیتمون رو با شمارمون رو عوض کنیم. دیگه قدمون رو حتی میتونیم عوض کنیم، اگه منطقیه. قد و وزنمون رو میتونیم عوض کنیم.
پستمون رو میتونیم عوض کنیم، کلا قیافمون رو میتونیم عوض کنیم، هیچ فرق نداره. همه چیزامون رو که میتونیم عوض کنیم، کیت و اینا رو، تتو دیگه همه رو میتونیم اینجا عوض کنیم. شادی گل و اینا رو همه رو میتونیم عوض کنیم. ما سیو نکردیم. خب ادیت پلیر بقیه بازیکن‌ها، ستینگ و سیو گیم، این از این بود. بریم اینجا ناموسن یکم سریع برو جلو، به خدا اینجا زحمت دیگه، کونم باره شده، یکم دوم برو. خب رفقا اینم بود از تغییرات پلیر کریر فیفا 23 به نسبت کریر، البته فیفا 24 یا همون FC 24 به نسبت کریر FC 24 خیلی بهتر تغییر کرده بود. پلیر کریر همین تتو اینا خیلی باحالتر بود و همین که تیما رو میتونیم عوض کنیم اینا خیلی باحال بود. مرسی، تا ویدیو بعدی میبینم تو ویدیوی بعدی دیگه. میشه یا آموزش، حالا آموزش شاید بین ویدیوهای سری باشه، یه سری رو شروع میکنیم به احتمال زیاد، یا کریر یا پلیر کریر تو کامیونیتی براتون پست میذارم، خودتون رأی بدید. مرسی، تا ویدیو بعدی تو خدافظ. خدا نگهدار، کم زیادی لوس شد. خب